اوف خسته شدم. یه ایده به ذهنم رسید. چطوری که برم یک کار پیدا کنم تو رستوران. جالبه. مکدونالد بهترین جای کار. کسی صاحب اینجا هست؟ بفرمایید، من صاحب اینجا هستم. چطوری میتونم بهتون کمک کنم؟ شما اینجا کارکن اضافه میتونید استخدام کنید؟ خوشحال شدم که این حرف را شنیدم. آره، یک کارکن میخواستیم. شما میتونید اینجا کار کنید؟ من دقیقا شما کسی هستید که من پیدا کردم. قاطی کردم. میخوای کار کنی؟ دقیقا میخوام اینجا کار کنم. بهتر اینجاست. درآمد رفتی $1,000,000. 1,000,000 گله. اولین که کاری که میتونی بکنی، برو همبرگر و سیب زمینی سرخ کن و به مشتری‌ها بفروش و یه هفته دیگه بهت کار دیگه میفرستن. حل شد؟ اطاعت قربان. منظورم اطاعت رئیس. من میرم و همین الان سیب زمین درست میکنم. شما میخواد؟ احمق، من صاحب اینجام. هر وقت میتونم بهت بگم به امضا نوشته کنی. الان نمیخوام. برو سر کار، مگه همین الان اخراجت میکنم. قربان یعنی رئیس، من همه کارهام را کردم. خوبه، اینم بگیر پولت. رئیس، شما کار دیگه میخواهید؟ آره، یک کار برات دارم. برو زیر زمین و اونجا را تمیز کن. فقط مواظب باش دو چشم اصلی تو را نخوره. دو چشم اصلی؟ من نمیتونه بخورد. حله، من رفتم. چقدر اینجا تاریکه. سکن چراغ را روشن کنم. یا حضرت آقا سلم ولی محمد سلم. پیدا خاصة یا حضرت عباس الفرا. رئیس، اون چی بود تو را زیر زمین؟ بهت هشدار دادم، اون موضوع تو را میکشه. ترکی هفته؟ آره زرد، اما خیلیشان نفهمیدم. اما این چی بود؟ چرا اون نمیکشیم؟ نمیکشیم؟ اینجا نفرین شده است. نباید اینجا باشم. حتی اگر برم یوتیوب این را ادامه بدم، حتی اگر اون خوبه. بشینم و استریم کنم. سلام بچه ها، خوش